به نام خدا سلام تقدیم میکنم به شما و بینندگان گرامی شما. در جریان 6 ماه اول سال مالی جاری بیشتر از 2 میلیون تن اموال تجارتی از طریق خطوط آهن افغانستان انتقال پیدا کرده که از این جمع حدود 2 میلیون تن اموال وارداتی هست و 40,000 تن از این اموال ترانزیتی و صادراتی از افغانستان است. افغانستان از طریق شبکه خط آهن مزار شریف حیرتان و قسم آقینه و ترغندی با شبکه خط آهن کشورهای ازبکستان، ترکمنستان وصل است و از طریق شبکه خط آهن این دو کشور با بسیاری از کشورهای منطقه از قبیل چین، روسیه، اوکراین، قرقیزستان این کشورها وصل است که اموال تاجران افغانستان از این کشورهای نام برده شده به داخل افغانستان انتقال پیدا میکنه و همین قسم از داخل افغانستان هم اموال صادر میشه به کشورهای مثل ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، اوکراین و روسیه. اموالی که بیشتر وارد میشه به افغانستان مواد غذایی است شامل آرد، روغن، برنج و دیگر اقلام غذایی و همچنان مواد ساختمانی و مواد نفتی است که وارد میشه. اما از افغانستان بیشتر محصولات زراعتی به خارج از کشور صادر شده و همین قسم یک مقدار سنگ های قیمتی هم از طریق خطوط آهن به خارج از کشور صادر میشه. در و مورد دیگه که قابل یادآوری است که افغانستان اخیراً از طریق خط آهن خاف هرات با شبکه خط آهن ایران هم متصل شده و از طریق شبکه خط آهن ایران افغانستان به بنادر آبی و همچنان شبکه خط آهن کشورهای فرامنطقه مثل ترکیه و بعضی از کشورهای اروپایی متصل می شود. این خط آهن از نظر تکنیکی آمده بهره برداری است، اما ضرورت به این بود که یک سند حقوقی بین دو کشور به امضا برسه و همچنان تعرفه موادی که از طریق از این خط آهن انتقال پیدا میکنه هم باید مشخص شود که خوشبختانه تعرفه اموال انتقالاتی از مسیر خط آهن خاف هرات نهایی شده و افغانستان از این طریق میتونه با یک قیمت بسیار ارزان اموال صادر بکنه و همه قسم اموال وارد بکنه و قرارداد بهره برداری از خط آهن خاف هرات که باید به امضای مقامات سکتور خط آهن دو کشور برسه این هم نهایی شده و انتظار میره که در آینده های نزدیک این سند به امضا برسه که بعد از این که به امضا رسید روند انتقالات از این مسیر خط آهن هم از سر گرفته می شود. خوشبختانه سال به سال انتقالات از طریق خط آهن افغانستان افزایش پیدا میکنه و دلیلش هم است که تا یک حد را اداره خط آهن افغانستان ایستگاه های خط آهن و بنادر خط آهن انکشاف داده، ظرفیت تخلیه و بارگیری در اونجا بیشتر شده و از طرف دیگر با توجه به اینکه خط آهن یک مسیر ارزان و مسئول انتقالاتی هست، تاجران هم روز به روز علاقمندی بیشتر پیدا میکنه که اموال خود از این طریق انتقال پیدا بکنه. در سال گذشته نسبت با سال قبل از اون مثلا حدود 30% انتقالات افزایش پیدا کرده بود و همچنان اگر ما 6 ماه اول امسال را 6 ماه مالی امسال را با 6 ماه سال مالی قبل مقایسه بکنیم هم انتقالات افزایش پیدا کرده. مثلا سال گذشته حدود 1,800,000 انتقال پیدا کرده بود و امسال 2,140,000 تن انتقال پیدا کرده بود و انتظار میره که انتقالات از طریق خط آهن در نیمه بعدی سال هم بیشتر شود.